Ayubov. Assalomu alaykum qadamza buni niyat do'ring dar oyanda. Dar oyanda hozirش همین انگلیسی ترکی روسی رفت استماع کرد. oilaviy در آلمان یکم لایک تشکر برای لایکتون اپا جان. سلام و درود به پایان نثار یک شما دوستان گرامی. درسی 21 است از سلسله درس‌های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 1. oilaviy در آلمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد نقدین سلامتی استاد استاد و علیکم السلام. شکر خدا خوب انتظار شما نقدین استاد. خوش آمدین. اپا آلمانی دیگه هم استاد بودن وال که وقتی می کلمه استاد رو میشنویم خیلی خجالت زده میشیم. خیلی یعنی یا دادرمون بگین یا اقلا معلم خیلی معلم هم که نگی و خوبتر میشه و نه که اگر گفتن خیلی دادر یا که معلم بگین کفایه همین کلمه استاد دیگر نمیگفتن خیلی خوشحال میشدیم. دسترخوان زیبا سلام علیکم بر سلام خوش آمدین. رسیم کراسیم سلام معلم نوشتن علیکم سلام خوش آمدین رسیم کراسیم. چی حال دارین خوبین تنجین. دینوزا سبینا سیوم لایک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دادرکی اپاش سوزین نقدین سلامتی خوبه. علیکم سلام شکر خدا خوبیم تنجین شما نقدین سوزین انا زور رحمت. رسیم کراسیم سلام اپا سلام زیبا اپا جانی قند. دسترخوان زیبا علیکم و علیکم سلام اپا جان رسیم. خیلی دادرک اپاش میشه و چی به استاد هسته چی به استاد هسته چی به استاد هسته راستی که به درجه استادی رو نرسیدیم. ولی هم به اون درجه معلمیش هم نرسیدیم ولی استادی به طرف است. رسوی میکرسیم نوبتی ما کی میرسه؟ نوبتی کانال ما را رسم کشیدن کی میرسه؟ همین 2020 نمیرسته باشه. کانالتون میشه کانال خوب خیلی معقول شد بهترینه که دوستان کسی اگر آبونه نشده باشه این کانال ریسویم کراسیم کانال خوب است. کسی اگر در رسم کشی شوق داشته باشه رسم کشی را یادتون میده.
Simpleman салом алейк ба ҳама Simpleman ба ҳама соза тинҷи муаллим дар эфири якумтон вақт нашид ҳеҷ гап надорад ки Simpleman ба филм омода будем я салом алейк кардена ҳатто ба филм ҷавобам дода будем чанд лайкам омода будем агар хато накунам. خب دلنوزه صبرینه خواهرجانای عزیز رسوی و دسترخوان زیبا سازی نقدی سلامتیان سازی خواهرجانای شکلاتم پختقندم مرملاتم خوش آمدین خواهر هر دوتان سیمپلمن من در این کانال آبونه هستم بهترین خیلی خوب دسترخوان زیبا خدا را شکر سوال شما چی دارم حقا جان میخواندم حالا یک موندم در سر نوشیدم برآمدم فهمو هیچ گپ ندارم او باید درس برای نو یادگیری اگه برای نو آموزای برای شما نیستی بگیم ده دلنوزه می نویسند الحمدلله سازیم خواهرجانی سنیکرسم زیبا معلم رنگی غریب شو کمپانیا گفتن شکلات و پختقنده سلام بردگیران همه کسی سازی خوبین علیکم و سلام خوش آمدین ریسوی میکرسیم رو مادن چی؟ خب خب درس دوام اتیم چقدر تکرار کنیم فکر میکنم با کمای بله بله از این فهمیده میشه که خیلی چیزا رو میدونه خیلی انسانی خاکسار و با تواضع هستیم چون که میگن دانشمندان میگن که همین انسان وقتی که تا چند زیاد میدونه میگه حالم کمه یعنی حالم کم آموختیم خب درسی گذشته تا اینجا آماده بودیم درباره have گرفتیم همراه جانشین‌های شخصی you they we you they خب امروز I we you they امروز درباره has میگیریم has got همراه جانشینی he she it میآید فیو من قهر کردم مرا شکلات و پختقند نگفتین اپای دلنوزه نه که اپای فیورم بگین یا با شکلاتم قندلاتم مرملاتم یا برای که همون کلمه های بجایی تو نبگین که رحمت الله با شما خواهرجان اپای زیبا فیو مرم خواهرتم اپای فیو میگه که مرم خواهرتم دلنوزه صبرینه خنده فیو قندلاتم نوشته خب موضوع has را میگیریم همراه جانشینی های he she it میاد گفتیم خب رسمی یکم را نگاه کنیم کمتر کلام کنیم میره 150 خب والیوم کلان است 200 والیوم کلان است 175 خب درست درست میکنم نگاه کنیم are you ready
Are you ready? آیا شما آماده هستین؟ ready آماده می شود. آماده هستین، تیار هستین. چه خیلی وقتی ما یه جا برآمدنی میشیم، خصوصا همراه رفیقایی که همراه دوستان میگه شما تیارین، شما تیارین. خب یعنی are you ready؟ آیا شما آماده هستین؟ شما تیار هستین؟ دلنوزه سبزه ماشاءالله بهترین خواهرجانی قندم، پخت قندم، بخشی شما رو دادر گفتم فیو. خب در جواب میگه که yes we are. Yes we are. Now در درسی گذشته گرفتیم در برای verb to be که خواهر فیوم جدن نیو کنیم yes we are. We are. بله ما هستیم. یعنی چخیل ما هستیم. We are ready اصلا باید باشه اما اینجا مختصر آورده است کوتاه. Yes we are ready. Yes we are ready. Yes we are ready. بله ما آماده هستیم. ما تیار هستیم. خب Yes we are ready. یا اینکه به شکل کوتاه Yes we are. Yes we are. Yes we are. بله ما هستیم. رسمی دوم رو نگاه کنیم. میگه Where's the camera? Where's the camera? میگه کامera در کجاست؟ کامera در کجاست؟ یا اون صورتگیرک در کجاست؟ کی برین میگه که کی دیو میگه که she's got the camera. She's got the camera. وای کامera دارد. She has got است در اصل اما کوتاه شده است she's got. هنر و طبیعت. سلام استاد معلم عزیز و دوستان گرامی، تشکر زیاد. هنر و طبیعت علیکم بر سلام، خوش آمدین. استاد نگین بهتر بشه و دادر بگید کفایتی میکنه انشالله، ولی به درجه استادی نرسیدیم. از دوستان همه کسا خواهش میکنیم دیگر استاد ما نگین به خاطر که استاد نیستیم. خب she's got the camera. وای کامera دارد. کی گفته؟ دیو گفته. اما زوی در جواب میگه که he's got the camera. He's got the camera. He's got the camera. یعنی وای کامera دارد. وای کامera دارد. خب کامera دارد یعنی هم جزئی عکس برداری را دارد، در خودش دارد مثلا. خب در رسم سیوم برین است. برین میگه که Zoe hasn't got it. Zoe hasn't got it. در اصل هست Zoe has not got it. یعنی Zoe کامera نداره. ترجمه می شود. و باز برین میگه که Dave hasn't got it. Dave hasn't got it. میگه که Dave همون کامera را ندارد. و باز در اخیر همشون میگن که Who's got it? Who's got it? Who's got it? کی کامera داره؟ یعنی کامera در کی است؟ مثلا has داشتن میگن، مالک بودن میگن. یعنی هم جهاز عکس برداری در کی است؟ کی داره دمونا؟ یعنی همه تعجب سوال کردن. خب رسمی اخیر ده کار که میگه smile smile. یعنی کامera در کی بوده است؟ در توتی بوده است، در کورکی. با خاطر که در اخیر میگه اسمایل گفته تبسم میشود. مقصد تبسم کنین یک صورت هم میگیریم، یک عکس هم میگیریم. خب این بود گفتگو و میگذاریم درباره گراماتیک. جمله های خبری. He has got the camera. وای کامera دارد. She's got the camera. وای کامera دارد. It's got 6 legs. وای 6 پا دارد. این بود جمله های خبری. خب کمی تغییر بدیم جمله ها را. مثلا میگیم که Feyu has got the pen. Feyu قلم دارد، روچکه دارد مثلا. خب دلنازه has got the camera. دلنازه کامera دارد. خب هنر و طبیعت has got the book. هنر و طبیعت چی دارد؟ کتاب دارد. خب یعنی در همون جاهای جانشینی های شخصی he she it میتونیم نام انسان بمونه.
جمله های اینکاری را میخونیم، جمله های منفی. He has not got the camera. وای کامرا ندارد. She hasn't got the camera. وای کامرا ندارد. It hasn't got 6 legs. وای 6 پا ندارد. اینجا شکل دویمش شکل اختصاری شد. یعنی نگاه کنیم اینجا hasn't got آمده است، در اصل has not got است. has not got است. خب question جمله سوالی، جمله های سوالی. در جمله سوالی همون همون فعل has در اول می آید با معنای آیا می شود در اینجا و فعل یاری دهنده got در مابین می آید. یعنی has he got the camera. has he got the camera. آیا وی کامرا دارد. has she got the camera. آیا وی کامرا دارد. مثلا می توانیم بگیم که has simple man got the book. آیا simple man کتاب دارد. has Feyu the pen. آیا فیو چی دارد. چی گفتم؟ پن گفتم یا قلم چی فراموش کرده. مثلا has فیو got the book. آیا کتاب دارد. خب با مثل همین جایی دو کمیتر اومده است. simple man. استاد ما تا جایی میدونم بزرگان میگویند نفری اگر یک حرف نشان داد حکم استادی دارد، دیگران را نمیدانم و ما را استادی. سلامت باشه برای گمان خوبتان. یعنی خب اکا باشیم اکا، دودر باشیم دودر کفایگی میکند. خب اگر قدر مقصد که چی باشه یک معلم کفایگی میکند اگر قدر چی باشه. فیو رحمت و پدر دودرک جانک شریف. hello my Muslim brothers. سلام برادران مسلمان گفته است. hello جانک شریف. simple man رحمت اپای فیو. خب جمله سوالی رو خوندیم. جمله جوابی رو میخونیم، یعنی short answers. جمله جوابی yes he has. yes he has. no she hasn't. no she hasn't. نه ندارد. no it hasn't. نه وای ندارد. این بود جمله های کوتاه. simple man hello dear friend. خب اکنون در اینجا یک تمرین کار کردن در کار، لیکن این تمرین باید که صورت همش دیار بیاید. یعنی چه فکر نمیدونم. خب حوض همین قدر حرفا دیار هستن. حوض همین حرفا رو شما خونده تونستید این حرفای در اکران هستن. اگر خونده نتونستید شده با کمتر کلانترش میکنیم. یگان جواب نشید مایده باشن بگین کلام شون کنیم کلام باشن. اگر یعنی نمایان خوشرو باشه خیلی خیلی دوام میتیم. در اینجا میگه look, read and write. یعنی نگاه کن، بخون و بنویس. خب اینجا نگاه کنیم در دیوران پلوس. خیلی خوب. در اینجا نگاه کنیم نوشتگی است که زویس got a mouse. زویس got a mouse. زوی موش دارد، یعنی یک موش دارد، اما وقتی که نگاه میکنیم موش ندارد. پس چی می نویسیم؟ she hasn't got a mouse. یعنی وای اول این کار میکنیم she hasn't got وای ندارد موش. اکنون بر رسم نگاه میکنیم که چی دارد، همون می نویسیم. در رسم توتی دارد، پس می نویسیم که she's got a parrot. she's got a parrot. she's got a parrot. خب یعنی در اصل she has got است. she has got a parrot یعنی وای توتی دارد.
جمله دیگه من کنیم the boy has got two cats. یعنی پسر بچه دو تا پیشک دارد. در اینجا پسر بچه همین شخصی است که در طرف دستی راست است. اگر اکران چپانه نشون دهد در طرف دستی راست است. موی سرش زرد است. اول جمله رو اینکاری میکنیم، رد میکنیم، میگیم نه ندارد، برای که دو سگ دارد در اینجا. بعدا مینویسیم که وای دو سگ دارد. چخیل مینویسیم؟ مرحمت. پیشک نه سگ دارد. بله بله. انا میره باز ما باید بگیم که وای پیشک ندارد، وای سگ دارد. هنر و طبیعت وقتی که یک نفر را یک چی یاد میدهی الکی استاد میشی. و هر حال شما قدر استاد گفتن ما رو دارید. وی اتواز заслуживали. سلامت باشین برای گمان خوبتان. رحمت برای گمان خوبتان. اما بالا پرزنده نیستیم به استاد گفتن. Johnny Chef, he hasn't got two cats, he's got two dogs. Dogs. ایسا بعد نوشتیم درست. Like. اوکی. اکنون می نویسیم اجازه یک لحظه من قلم گیرم. خب he hasn't got. بله اول زبانش کنیم. he hasn't got to. خب cat وارد اینجا cats. خب نقطه. جمله را اینکار کردیم. تمام. یعنی گفتیم که جمله را اینکار کردیم، گفتیم که نادرسته. اکنون جمله درست باید بنویسیم. جمله خبری چطور بنویسیم؟ خب میشم نویسگیم با فکرم. He's got two dogs. He's got two dogs. بله بهترین. رحمت. Simple man, he hasn't got a cat, he's got a dogs. بهترین. Two dogs. بله تو نوشتیم. بله بهترین. جمله سوم. The girls have got a rabbit. The girls have got a rabbit. یعنی دخترها خرگوش دارن یا زرگوش بگیم. زرگوش. هر دوش یک از این زرگوش خرگوش هر دوش یک از دارن. خب زرگوش دارن مثلا. این جمله رو باید اول اینکار کنیم. برای چی اینکار میکنیم؟ به خاطر که نگاه کنیم دو دختر سارا پیپا در اکران دیار روشن نگه. سارا پیپا مایک های زرد دارن، یک سگ دارن، یعنی خرگوش ندارن. پس ما باید بگیم که نه آنها خرگوش ندارن. جمله خبری آنها یک سگ دارن. چطور می‌نویسیم؟ منتظرتونیم دوستان گرامی. این کلینی اپای کازان گیجو شیدگون آوای چویای قهوای. خب simple management they hasn't
got a rabbit. They has a dog. نه درست. خب کم دیگه فکر کنین. سیمپلمن کم دیگه فکر کنین و جونیک شوی شما هم کوشش کنین. جونیک شوی همینجا هستین. دیگران ای 8 نفر پس پرده فقط گوش میکنین. کم کم تمرین کار کنین. تستر زبان ها میموزین. تستر یاد میگیرین زبان ها. یعنی زبان آموختن از 4 عنصر اساسی عبارت است: خواندن، نوشتن، گوش کردن، گپ زدن. یعنی حاضر شما خوانده استین، گوش کرده استین. باید بنویسین. وقتی این 3 ترکی انجام دادین الکی و 4مش خودش میاد. یعنی باز گپ زدن هم کوشش کنیم. بله استاد 2 نفر هست. آنها نمیگن. بله they آوردگیتون درسته. درباره همون hasn't کمتر فکر کنین. hasn't has. خب has گفتم که همراه جانشین های he she it میآید. has تمام. اما در اینجا جانشین شخصی they هست. they شما رو تو میگم. They have. هنر و طبیعت من با دقت گوش دارم معلم. تشکر. هنر و طبیعت سلامت باشین. Simpleman haven't. Simpleman haven't بهترین. دل تجه سلام علیکم سوزن خوبین همه کسب. علیکم سلام اپای دل خوش آمدین. تشکر برای آمدنتان. بله haven't میاد. خب در اینجا می نویسیم که they. خب they haven't چی ندارن؟ rabbit. They haven't got a rabbit. خب rabbit تبدیل نگرفته است. rabbit. خب جمله کامل شد. جمله اینکاری بود. اکنون در جمله خبری میگذاریم. در جمله تصدیقی نوشتگی هستین. جمله خبری هم they has a dog. خب simple man. They have a dog. They have got. اون have گفته استین. اونم درسته. و یک موضوع الهیده. اونم میگیریم. در همین کتاب در همین درس‌های نزدیک میگیریمش. اما در این موضوعی که حاضر ما داریم در این موضوع they have got میآید. They have got a dog. خب a dog یعنی dog نوشته میشه. شما dog نوشتین dog. dog اوقات نوشته شده dog. دیگه تجدید دستان خود بود سوزن خوبه. مهاجر بچه پریویت حسین دروزه. خب خیلی هلو السلام علیکم تاجیکستان. پریویت مهاجر بچه تشکر برای آمدنتون. دست خود به خدا رو شکر سوز. شما چی ها دارین اپا جون دیلیه تجه به زوک کنم شما رو غم نتون اینی درس هیچ گناه دارد اپای دیلیه تجه شما دین سیمپلمن کمتر سراسمی ها بخشیش هیچ گب ندارد. دیلیه تجه موجود بچه خوش کلیپسیس پریویت. خب رقم 4 بگذاریم. The woman has got a fish. زن یا خانوم چی دارد؟ ماهی دارد. در اینجا نگاه کنیم زن همون کسی که سوسمار دارد همون از در درون شیشه قبیلگی است که سوسمار. خب اول این کار میکنیم میگیم که زن خانوم ما چی معذرت
ماهی ندارد. بعدا میگذاریم در جمله خبری میگیم که زن خانم چی دارد؟ سوسمار دارد. سوسمار با زبان انگلیسی ایگوانا. موجود بچه خوش بودیم اپای دلیه. موجود بچه خوش باشید احمد معلم. سلامت باشید محسن احمدوف. سلام شب بخیر. سلام محسن احمدوف خوش آمدین. دل تجد دسترخوان زیبا دروزه ایما صورت گلاونی دو دخترچه اختون یک خیل. خب جواب منتظریم که سیمپل من همینجا هستین و دیگر دوستان. موجه بچه شادی جانی با جای ما امی جایت تافت با چوشید بذار هم بالا اپا جان و یا بچه من دختر نیستم نکنیم سیمپل من شاید وقت نداریم بنویسیمشون خدمت. خب گفتیم که اول این کار میکنیم همین خیلی. خب اینجا بنویسیم خب جانی شاید she hasn't got a fish she's got. خب hasn't درست آوردگی اما همون she را جوش تغییر بتین خیلی که جمله در اینجا هست همینجا را در مورد صورت نکنین. simple man she hasn't got a fish she has got a. بله درست جملاتون درسته فقط اولش را تغییر بتین. باز در جای همون she باید ما چی بیاریم؟ محسن احمد دلیا در وقت درس گپ‌های کوچکی نزنین درس گوش کنین. خب این دلیا مادر است که محسن احمدوف از ما چند مادر هستن هیچ گپ ندارد. سیمپل من دوستم ترام نمیدونه چی میشه. دانش has نه همین اول جمله را نگاه کنین the woman has got a fish. اکنون باید این کار کنیم the دلن دوامش چخیلی که نوشتیم. بله سیمپل من نوشتن woman. بله the woman خب hasn't the woman hasn't got خب a fish خب این جمله پرسیده جمله این کاری جمله خبری ده میگذاریم she has got. بله درست میشد با جانشین جواب دهیم برای که یک بار از دوامن آوردیم she has got an iguana. خب جمله پرشد نوجی برشد دیلیا امگولی مامای هم دیلیا تجیب بخشش هیچ گم ندارد. محسن احمد نه این یک شوخی بود استاد هیچ گم ندارد. اپا جان دیلیا جواب ندادن. اپا جان در پناه خدا باشین. اپای که مادر دیلیا به معلوم صحبت کردم گیرین یکون جای چیزش نیسته. ما افیر خودش برای چیه؟ برای صحبت کردن. کسی اگر برای درس بیان مثلا درس استفاده میکنن هیچ گم نداره. کجا اپای دیلیا اپای دیلیا نرین بسته یکون جای چی نیسته خفه نشین. خب شوخی کردن برادرو. خب پنجم یا کنیم the cat has got short fur. خب کت در کجاست جا؟ خب در درون این قفس موسفید گرفته است پیشک رو میگه که پیشک یا گربه پشمی کوتاه دارد.
far گفته پشم میگن. مثلا ما انسان ها مو میگه، موی سر یعنی هیر میشود، اما برای حیوان ها فار میشود یعنی پشم. خب مو ترجمهش مو هم میشود، مو پشم، اما برای حیوان ها. نتیجه غم نتوم اینی درس موجود بچه را و نموز خانم پیزو. خب هر طرزی که دوست داری نپجون بهترین. مایدون از دلیل کو کیت آموده هست، کی تیار است. خب the cat has got short fur. گربه پشمی کوتاه دارد، یا مو ترجمهش کنیم موی کوتاه دارد. اگر بگیم که نه گربه موی کوتاه ندارد، چخیل میگیم گربه موی کوتاه ندارد. جمله دیگری گربه موی دراز دارد، پشمی دراز دارد. منتظر جوابتانه. مرحمت. علت ایموی شما را نمیدانم. در استوریا ایمو ویدیوی خودتان را دیدم. در کلاونی صورتی کودکچه ها همون پرسیدم بسر خون زیبا. اپای دیلیا میگن سیمپل من جونیک شوی فهمیده کسا که جواب داده سید گجا دارین همینجا در هستین. No cat has short hair. نه نادرسته. دستر خون زیبا نادرسته. Dunya World, hello to everyone. Are you okay inshallah? Hello Dunya World, we are okay. And you? How about you? خب آوازا شما رو در میرونه که سیمپل من یا اینکه جونیک شویف یا دیگران. خب این اگر جمله اینکاری کنیم، همین جمله چه خیلی کیسر شده است. اول همون کیسر میکنیم، میگیم the cat. خب در بالا گفته است که has، ما میگیم که has not. The cat has not. Simple نوشتن cat hasn't got short fur, it has a long fur. بله درسته. تشکر. فقط یک the میاره. The cat has not یا به شکل کوتاه شدهش hasn't. The cat hasn't got short fur. خب جمله خبری باز میاریم، میگیم که the cat has got a long fur. بله بهترین. جونیک شویب چیزی نوشتن کور کردین ندیدم. Simple man the بله. Dunya World, I'm eating the food, sorry, later I will come back. Okay. Simple man welcome bro محمد. خب رقم 6 آخران میگه the dogs have got red colors. The dogs have got red colors. سگ‌ها رنگی سرخ دارند. کدام سگ‌ها رو در نظر داشته باشد؟ اینجا وقتی سگ‌ها گفت، پس این دو سگی که در دست این پسر بچه است شاید که همین در نظر داشته باشد. پس اینها زرد هستند.
خب اول میگم که سگ‌ها رنگی سرخ نیستن یا اینکه ندارن. بعدا می نویسیم که سگ‌ها رنگی زرد دارن. کلی اون کس هست. خب the dogs. خب تا اینجا را همین خیلی میه. خب جمله این کاری چکل می شود؟ The dogs haven't got red colors یعنی رنگ سرخ ندارن. خب simple manner the dogs haven't got red colors, they have got yellow colors. بله بهترین، تشکر. خب دیگه تجه معلم تلمسته نماز میخوانه. مالش با حضور اپای دیلخ شما ده رحمت داره دستگیریتون. خب جمله خبریش میشد the dogs have got خب yellow colors خب نمی نویسم. خب هیچ گرگان دارد سبیل مشکل پیدا. خب اکنون این تمرین کار کردیم. اینجا میگه look read and write. نگاه کن، بخوان و بنویس. A cat brain, a cat, a CD player, a camera. یعنی همون جایی که علامت صحیح درست اومده است پس معنایی را دارد که دارد. علامت نادرست پس معلوم میشه که ندارد. خب اکنون نگاه کنیم. Has brain got a cat؟ علامت سوالان. Has brain got a cat؟ brain cat را نگاه کنیم دارد. پس جوابش شد Yes he has. Yes he has. بله دارد. خب Has Zoe got a cat؟ Has Zoe got a cat؟ آیا زوی گربه دارد؟ پس علامت نادرست ندارد. چی می نویسیم؟ چی می نویسیم که زوی گربه ندارد. No, she hasn't. No, she hasn't. No, she hasn't. No, she hasn't. بله درست. No, she hasn't. No. خب دوامش هم بنویسین روی کنید. رقمی 3 چه خیلی میاد؟ رقمی 3. No, she hasn't. No, she hasn't. No, she hasn't
got no she hasn't. خب جوابی کوتاه. خب رقم 3 در اینجا CD player میتونیم نام کی را بنویسیم. مثلا has brain has brain got خب got a CD player. جواب کی brain CD player دارد. brain CD player دارد. جواب شب بنویسین. جمان سوال دیگر را تیار کنم. has Zoe got a CD player. Camera. خب has brain got a camera. خب has Zoe got a camera. خب جوابی has brain got a CD player چی می شود؟ شیرالی تبارف. سلام محمد علیکم و سلام شیرالی تبارف. خوش آمدین. دیر کردین شما کیکو شیرالی تبارف. Simple man has brain got a CD player. درست. No he hasn't. brain ندارن. درسته. No he hasn't. No he hasn't. درست. Has Zoe got a CD player? خب Zoe دارد CD player. چه می نویسیم؟ Yes she has. بله. Simple man. Yes she has. بله. Yes she has. بله درست. Yes she has. خب has brain got a camera. Has brain got a camera. چه می نویسیم؟ پنجم yes he has. کامرا. بله. yes he has. درست. تشکر. ششم has Zoe got a camera. Simply no. ششم no she hasn't. بله. no she hasn't. no she hasn't. درست. تشکر زیاد. خب در همینجا افیر امروز رو با پایان میرسانیم. امروز بود موضوع درس ما has got همراه جانشینی های he she it. خب تشکر از یکی شما. اگر سوال پیشنهاد داشته باشید مرحمت 5 دقیقه دیگر وقت داده می شود. اگر نداشته باشیم بعدا افیر را قطع میکنیم. New grammar time 1 SP PDF already exists. Do you want to replace it? Yes. هنر و طبیعت بسیار عالی. معلم رحمت سلامت باشین. شما عالی هستین که با خیلی درس ها میوین. نه تنها درس های ما هر کانالی که تربیوی هست علمی هست آموزشی هست برای پیشروی ملت جامعه هست برای منفعت تاجیکان است. وقتی که شما میآید همین خودش دلالت کننده است که شما خود عالی هستین شما خود بهترین هستین.
Simple Man معلم به شما بردباری وعده کمتر دیر شید. مایلش که Simple Man. Goodbye. See you next class. هیچ نوع معلم در دوشنبه یگان معلمه انگلیسی شناس ندارین؟ نه راستی یگان معلمه راستی ندارم. معلمی شناس هست معلمه نیست. Simple Man. See you next class. See you next class. Simple Man. Dunya World. Hello again people. Hello Dunya World. Welcome. Welcome back. خب دوستان گرامی در اینجا افیر را به پایان میرسانیم تا افیرهای نوبتی. خدا نگهدار. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. امیدوار هستم که در زینه چهارم پنجم هسته. خب یعنی زینه یکم یعنی بود و اعتدالت، زینه دوم یعنی مگو اعتدالت، زینه سیوم یا خچو اعتدالت، زینه چهارم کک اعتدالت، زینه پنجم یا پسرایوس اعتدالت. انا زینه پنجم دا اگر باشین نور علی نور بهترین است. یعنی من کوشش میکنم که این کار را انجام بدم. کوشش کنین که وظیفه خانگی را تیار کنین. کوشش کنین که هر روز اقلا 5 کلمه 5 عباره از یاد کنین و همیشه به پیش. تمام؟ اوکی. And don't forget to subscribe my channel. Goodbye.